قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخی قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتاری 98. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18. عموماً سیدای نصفی در دولت خانی بخارا نخستین شاعری است که آشکارا به حمایت اهل مهنت برخاسته ساخت فئودالی را سخت تنقید کرده است. او همچون شاعری صاحب استعداد افاده کننده آرزو و آمار طبقه های مهنتی اهالی خصوصاً هنرمندان برآمد کرده است. اهل مهنت و بیان کیفیت آن در ایجادیات او مقامی مرکزی دارد. سیدا در افاده عقیده های پیشقدم اجتماعی و تبلیغ غایه های انسانیت پرورانه از معاصران خود خیلی پیش گذشته است. در شعرهایش خلق مهنتکش را ستایش کرده، برتری آن را از دیگر طبقه های جمعیت تأکید می نمود. با جسارتی تمام اظهار می کرد که اقتدار اهل مهنت در اتحاد است. صنف حاکم را به جهالت و بیرحمی گنهگار کرده به زیر تازیانه سخت می گرفت. سیدا در موضوع و شکل شعر برابر دوام دادن بهترین عنعنه های گذشتگان خود بسیار نویها آورد. در غزلهایش حاکمان ظالم را سرزنش و ویرانی های ملک را با درد و الم تصویر نموده دایره موضوعات این ژنر عنعنوی را خیلی وسیع گردانید. موضوعهای قصیده را نیز تغییر داد و در وصف هنرمندان قصیده ها آفرید. بهاریات او را می توان شکل نوی نظم دیداکتیکی حساب کرد. در ادبیات پس از عصر 16 و توسط ایجادیات سیدا ژنر شهرآشوب رونق تازه یافت. شاعر در ایجاد خود تشبیه و استعاره های نو، آبرزهای فلکلوری و تعبیرهای پرآب و رنگ خلقی را به کار برده گنجینه واسطه های تصویری بدیعی نظم تاجیک را غنی تر ساخت. غایه های تصوفی به ایجادیات سیدا یک درجه تأثیری منفی رسانیدند. در شعرهای او اثری سبک مرکب هندی را هم می توان احساس نمود، لیکن استفاده شاعر از این سبک بیشتر خاراکتری ایجادی داشت. اکثر شاعران گذشته به نگه داشتن معیاری دخل ناپذیری زبان ادبیات کلاسیکی سعی می نمودند. پس از واقعه های سیاسی ابتدای عصر 16 پیدایش جدایی و دوری در بین ایران و ماوراء النهر، حفظ یگانگی زبان ماهیت پیشینه خود را از دست داد. سیدا این را درک کرده با جرأتی تمام عنعنه قدیمه را شکست و به نظم کلمه های عام فهم زبان گفتگویی مادریش را داخل نمود. زبان آفریده های او به زبان ادبی حاضره تاجیک بسیار نزدیک است. عصر 17 در برابر رسانیدن این قبیل نمایندگان بزرگ ادبیات از تاریخ نویسان نیز خالی نبود. محمود ابن ولی یکی از تاریخ نویسان برجسته این دوره می باشد. اثری او بحر الاسرار فی مناقب الاخبار یک نوع انسیکلوپدیایی است که از 4 جلد فراهم آمده
قسمت تاریخی آن واقعه های دوره از چنگیز خان تا جانیان را در بر می گیرد. دیگر اثری مهمی که در این دوره تألیف یافته است تاریخ سید راقیم می باشد. این اثر اگرچند واقعه های تاریخی را با یک ترتیبی معین تصویر نمی کند، لیکن درباره آدمان مشهور در خصوص بناکاری و آثار ادبی زمان تیمور و دوره های بعدینه تا عصر 18 معلومات خیلی پرقیمت می دهد. همچنین اثری محمد امین یراقچی محیط تواریخ را نیز می توان در قطار سرچشمه های مهم تاریخی این دوره نامبر کرد. مؤلف این کتاب شرح واقعه های تاریخی را از دوره های قدیم سر کرده تا نیمه های عصر 17 آورده می رساند و در عهد سلطنت جانیان اشترخانیان به طور مفصل توقف می کند. از تألیفات دیگری که در این دوره به وجود آمده است اثری محمد یوسف منشی تاریخ مقیمخانی می باشد. در این اثر اساساً تاریخ دوره جانیان تا سال 1704 تصویر یافته است. نهایت مهمترین اثری تاریخی این دوره عبیدالله نامه میر محمد امین بخاری است که کاملاً به دوره حکمرانی عبیدالله خان بخشیده شده واقعات سالهای 1702 1711 را فرا گرفته است. حیات تاجیکان در امارت بخارا و دولت خانی خوقند از میانه های عصر 18 تا میانه های عصر 19. تاریخ سیاسی امارت بخارا و دولت خانی خوقند، اکسپانسی بریتانیا در آسیای میانه، هجوم نادرشاه به بخارا و خیبر. در میانه های عصر 18 آسیای میانه که در نتیجه جنگ های داخلی پراکنده و از خرابی های اقتصادی خیلی ضعیف شده بود، به هجوم شاه ایران نادرشاه افشار دچار گردید. نادرشاه در محاربه های کوکاس، افغانستان و هندوستان ظفر یافته در سال 1740 از راه بلخ و چارجوی به ماوراء النهر داخل شد. چنانکه در فصل گذشته خاطر نشان گردید، در آسیای میانه دولت یگانه وجود نداشت. در سر دولت خانی بخارا نماینده سلاله جانیان ابوالفیض خان 1711 1747 می ایستاد. مورخ بخاری میرزا عبدالعظیم سامی می نویسد ابوالفیض خان باشد به لحاظ تهیت فراست و ذکاوت و قابلیت از اسب عیش و طرب پایان نمی شد. از صحبت پسران و دختران محلقا بیرون نمی آمد و به جز آشامیدن شراب ناب و بهره برداشتن از زیبا پسران و لذت گرفتن از حافظان و مشاقان دیگر به هیچ کار شغل نمی ورزید. این بود که کار دولت رو به انقراض نهاد و احکام شریعت از دایره رعایت محروم گردید. هر کس طمع سرداری داشت و هر فرد غرض رهبری. در سمرقند ملکی مستقلی به وجود آمده بود که با بخارا رقابت میکرد. حاکم سمرقند از بادیه نشینان کمک خواست و آنها در دوام 7 سال 1723 1730 وادی زرفشان را به خرابزار تبدیل دادند. قحطی و گرسنگی سر شده ساکنان سمرقند و بخارا به هر سو پراکنده گردیدند. به قول محمد وفای کرمینگی بادیه نشین ها در ظرف 7 سال اموال خاص و عام را به غارت و مردم را به اسارت برده سراسری مملکت
حجابی تیره جبر و تعدی گسترانیدند. با اغنام و احشام و مرکبهای خود مزرعه و کشتزار و باغات و تاکزارهای دهقانان را پایمال نمودند. زمینهای کشت و چراگاههای مملکت در زیر سمی چارپایانی سیرشماری بادیه نشینان و بیابان مبدل شدند. حاصل غله نهایت درجه کاهش یافت. قحطی و گرانی از هر جهت در حد انتهای بیرحمی احساس می شد. گرسنگی و خشاقی حکم فرمایی می کرد. نان قرصی ماه را می ماند. هرچند به نظر می نمود به دست نمی آمد. سیمیانوف حقانی تاکید می کند. و همین ویرانی از حد گذرای دولت آخرین اشترخانی که از بی نظامی و خودسری های گروهی حکمران، امیران خودکام، طمعکار و فاسق رخ داده بود، در دولت خانی چی اندازه به تنزل رسیدن قوه های استیصال کننده و چی درجه قشاق و خانه بردوش گردیدن اهالی را به طور واضح عیان می سازد. در این دوره طبقه اشراف قبیله منقیط امتیاز بیشتری پیدا می کند که این حالت اعتراضی شدید اعیان و اشراف دیگر طایفه های ازبیک را به عمل می آورد. ابوالفیض خان در حاکمیت حربی و سیاسی یگان قدرتی نداشت. این وضعیت هرج و مرج سیاسی و خرابی اقتصادی به نادرشاه که سیاست مکارانه و حسابگرانه را پیش گرفته در راه قصد و نیتهای خود میلهای جاه طلبانه فیادلان آسیای میانگی را ماهرانه استفاده می برد، امکانی به موفقیت صاحب شدن را مهیا می ساخت. و ضمن این لشکری او خیلی بهتر مسلح و متشکل بود. پسری محمد حکیم اتاریق مردود، محمد رحیم بی جاه طلب، به استقبال نادرشاه رفته در نزد او سری اطاعت فرود آورد. خودی محمد حکیم که از طرف ابوالفیض خان برای مذاکرات به حضور نادرشاه فرستاده شده بود، نیز به منفعت شاه ایران عمل کرد. پس از بازگشتن با امر نادرشاه، محمد حکیم حکمران بخارا و برادر او محمد دانیالبی حاکم کرمینه تعیین شدند. به این طریقه بخارا به قلمرو نادرشاه مبدل گردید. در خود همان سال نادرشاه مقاومت غیورانه البرز خان را در هم شکسته و او را در محاربه هلاک نموده، خیوه را نیز ضبط کرد و به سری حاکمیت قائم مقام خود را نشاند. او هم در بخارا و هم در خیوه ذخیره های آذوقه، پول و دیگر چیزهای پرقیمت را مصادره کرده عسکران محلی را به قشون خود همراه نمود. پس از وفات محمد حکیم بی اتاریق، پسری او محمد رحیم بی قشون پرقوت و با انتظام تشکیل داده اسیان امیران مخالف را فرو نشانید و در دربار ابوالفیض خان موقع اساسی را اشغال نموده عملاً حکمران دولت خانی گردید. در سال 1747 نادرشاه به دست درباریان خود کشته شده، دولت بزرگی تشکیل کرده او فوراً رو به زوال نهاد. احمد خان که اصلاً از خاندان خانی قبیله ابداری افغان بوده، یکی از سرلشکران نادرشاه محسوب می یافت، در حال به قندهار رفته سرداران قبیله های افغان را به اطراف خود متحد نمود و خود را پادشاه افغانستان اعلان کرده اساسی دولت کنونی افغانها را بنا نهاد. بسیار ولایت های تاجیک نشین از جمله ولایت هرات به هیئت دولت احمد شاه داخل شد. در سالهای 1750 1752 احمد شاه از هرات
قوه زیاد حربی را برای تابع نمودن مضافات‌های تاجیک نشین و ازبک نشین ساحل جنوبی دریای امو روانه ساخت. به فیادلان افغان میسر گردید که موقتاً حاکمان بعضی ولایت و مضافات‌ها از قبیل بلخ، اندهای، میمنه، اخچه، شبرغان و قندوز را به خود مطیع نماید. در بلخ گرنیزان افغانی گذاشته واری از قوم افغان نشانده شد. در اکثر ولایت ها به طریق وصل مالکان محلی فرمان روایی می کردند. بعدتر بدخشان هم تحت نفوذ سیاسی افغانستان قرار گرفت. نهایت در عصر 19 قسم زیادی زمین‌های در ساحل چپ دریای امو واقع گردیده تاجیکان، ازبک‌ها و ترکمن‌ها به هیئت دولت افغانستان داخل گردید. در نتیجه مقداری بسیاری تاجیکان از همقومانی در ساحل راست دریای امو سکونت داشته خود جدا شدند. فیادلان دهقانان تاجیک را از زمین‌هایشان رانده کشتزارهای حاصلخیز را به دست درآوردند و قریه‌های نیم حربی برپا نمودند. در سالهای 70 عصر گذشته مورخ افغان محمد حیات خان در اثر مشهور خود حیات افغان راجع به قسمت تلخ دهقانان تاجیک چنین نوشته بود: کی هاست که آنها از حقوق زمینداری محروم گردیده به دهقان کرایه نشین و یا مزدوری افغانها تبدیل یافته‌اند. حیات تاجیکان در امارت بخارا و دولت خانی خوقند از میانه های عصر 18 تا میانه های عصر 19. آغاز حکمرانی منقیتیه. سال 1747 از کشته شدن نادرشاه دیر نگذشته محمد رحیم بی ابوالفیض خان را با دو پسرش به قتل رسانید و با حمایت طبقه اشراف و روحانی به تخت خانی بخارا نشسته در سال 1753 به سلسله منقیتیه اساس گذاشت. او برای پرقوت کردن حکومت خانی در نوبت اول بر ضد حرکت‌های خودسرانه سرداران قبیله‌های بادیه نشین ازبک مبارزه برد و مخالفت فیادلان محلی را نسبت به حاکمیت مرکزی تا درجه برهم داد. به هر یک ولایت تابع خود حاکم تعیین کرد. اکثر وقت گفت و شنیدهای دیپلماتیکی که در این بابت با بالانشینانی از تابعیت حکومت مرکزی سرکشیده قبیله ها به عمل می آمدند نتیجه نمی بخشیدند. به این سبب ولایت حصار با زور تابع کرده شد. محمد رحیم خان به حصار دو دفعه سالهای 1756 1757 لشکر کشید. در واقعات آن دوره قبادیان که آنجا حاکمی پیشینه حکمرانی می کرد، همچنین دهه دوشنبه قلعه دوشنبه به مناسبت واقعه های ابتدای عصر 18 نیز یاد می شود، رولی مهم بازیدند. در حصار استحکامات نو ساخته استحکامات پیشینه دوباره به کار انداخته شدند. چون حصار و ولایت های اطراف آن برای دولت خانی اهمیتی کلان داشتند و فیادلان این محلها را طبیعتی سرکشی بود، محمد رحیم خان عمک خود دانیال بی را حاکم حصار و ولایت های کوهستان تعیین نمود. سمرقند را ضبط کرده حاکمیت آن را به برادری خود سپرد. در شهر سبز، تاشکند و دیگر ولایت ها نیز آدمان خود را به سر کار آورد. فقط او را تیپکی در نیمه دوم عصر 18 به هیئت آن شهرهای خوجند، جیزخ، قلعه های زامین، یام و غیره داخل می شدند، همچون ملک مستقل باقی ماند. در عهد حکمرانی محمد رحیم خان
در نتیجه جنگ‌های پی در پی بسیار واحه‌های زراعتی به میدان محاربه مبدل گردیده به اقتصادیات مملکت ضررهای زیادی رسانیده شد. سال 1756 او خود را خان اعلان نمود. بعد از مرگ محمد رحیم خان در سال 1758 عمک او دانیال بی اتاریق 1758-1785 حکومت را به دست خود گرفت. لیکن وی لقب خانی را قبول نکرده، اسماً ابوالغازی نام نبیره ابوالفیض خان را به تخت نشانید و خودش مأمور وظیفه اتالیقی گردید. دانیال بی بیشتر به قوه حربی تکیه می کرد و برای تأمین آن چیزی را دریغ نمی داشت. این بود که در عهد او همه سرلشکران اشرافی قبیله های منقید زمین های زیادی را به طریق تنخواه صاحب شده برای هرچی بسیارتر فایده ستانیدن از این زمین ها سعی می کردند. دانیال بی از روحانیان و شیخان درویشی نیز حمایت و پشتیبانی می دید. چنانچه که ادیب و عالم معروف تاجیک در عصر 19 احمد مخدوم دانش قید می کند، در عهد دانیال بی خیلی اندازهای نو مانند امینانه، نکاحانه، مهرانه، حق ترازو و امثال اینها جاری کرده شد. همه اینها سببگاری باز هم بیشتر به تباهی رو آوردن وضع زندگی طبقه های مهنتکشی اهالی می گردیدند و به قول احمد دانش فقرا و رعایا را مجال حرکت و سکون نبوده از فرط ظلم و زجر و آلوف و سالوق مثل امینانه، وکیلانه، ارزانی نکاح و قیمتی نکاحانه. مثلا مهر معجل 10 دیرم، نکاحخانه قاضی 10 دینار، 1 من گندم 10 تنگه، حق المیزان 15 تنگه و غیره. خودکامی اعیان و اشراف و تباهی حال مظلومان علل خصوص در ابتدای حکمرانی دانیال بی زیادتر گردید. اهالی مهنتکش در سراسر مملکت از جمله در بخارا بارها شورش نمود. حکمران کهنسال دیگر از عهده بسر اطاعت آوردن وصلهای سرکش و فرو نشاندن شور و آشوبهای مردم برآمدن نمی توانست. قوت گرفتن پراکندگی فیادالی بیش از همه در تنگشوی حدود دولت خانی ظاهر می گردید. بلخ استقلالیت به دست آورد. فرغانه در آخرهای عصر 17 نیم مستقل شده، بعدتر در اینجا خانی مستقلی خوقند به وجود آمد که در سر آن نمایندگان قبیله ازبکی مینگ قرار گرفتند. تشکل خانی خوقند در میانه و نیمه دوم عصر 18 در زمان حکمرانی اردانه بی و ناربوته به انجام می رسد. دولت خانی خیوه در عصر 18 دوره خیلی سختی جنگ و جدالهای بین خودی را از سر می گذراند. به ضمن این در سالهای 60 سراسر آن را گرسنگی و وبا فرا گرفت. در خیوه قریب آدم نماند. اندکی به ایفاقه آمدن ترتیب و نظام این خانی با فعالیت حکمران آن محمد امین علاقمند است. محمد امین اصلا از قبیله ازبکی قنقرات بوده، به سلاله قنقرات ها که تا سال 1920 دولت خانی را اداره کرده اند اساس گذاشته است. ملک های کوهستانی که در سرزمین کنونی تاجیکستان اکثرا در نواحی حصار و کولاب واقع گردیده بودند، از دوره سلطنت جانیان در عمل همچون ملک های نیم مستقل باقی مانده از طرف حاکمان محلی اداره می شدند. ملک اوراتیپه هم که سرگه زرفشان از پنجکین تا مسچاه همانا در هیئت آن بود، استقلالیت خود را نگه می داشت.
حیات تاجیکان در امارت بخارا و دولت خانی خوقند از میانه‌های عصر 18 تا میانه‌های عصر 19. مبارزه در راه مستحکم کردن امارت بخارا. چنان که در بالا قید کرده شد، نارضایتی عامه خلق تمام امارت بخارا را فرا می گرفت. دانیال بی نه فقط خودسری‌های فیادلان را برطرف کردن نتوانست، بلکه خودش تا رفت بیشتر مطیع قشبیگی و قاضی کلان می گردید. یکی از پسران او شاه مراد خود را تماماً به طریقت صوفیه بخشیده مرید شیخی شد و در ظاهر از درویشی مسکین هیچ تفاوت نداشت. با فرمایش شیخ حتی در بازار حمالی می کرد. سادگی و دسترسی ظاهری، طرز زندگی شکست نفسانه شاهزادگی به کلی خلاف زندگانی عیاشانه و پردبدبه اعیان و اشراف و خودی دانیال بی بود، باعث در بین عامه خلق و اهل زهد و تقوا شهرت و اعتبار زیاد پیدا کردن او گردید. شاه مراد مخصوصاً به روحانیان اخلاص و احترام بی اندازه داشتنی خود را با جد و جهد تمام تأکید می نمود. دانیال بی چنین معروفیتی پسرش را به نظر نگرفتن نمی توانست و شاهزاده در امور دولت بیش از پیش نفوذ پیدا نمود. او به بیکار کردن بعضی اندازها نیز موفق شد. پدر را به جز وارث خود تعیین کردن او دیگر چاره نماند. پس از وفات دانیال بی ولی عهد او لباسی توبه در تن فریاد کنان در کوچه های بخارا گشته بالابه و زاری از مردم التجا می نمود که گناه های نسبت به مردم کرده مرحوم را ببخشند. و همچنین حصه خود را از میراث پدر گرفته امر کرد که این ثروت را به کسانی که از آنها ستانیده شده است برگردانند. چنین وانمود می کرد که گویا او غیر خواهش خود به تخت سلطنت نشسته است و از این رو باز به اسباب تجمل نزدیک نشده خود را در مسلک زهد و تقوا نگاه می داشت. طرز زندگی خاکسارانه و پارسایانه او لباسی فقر و فاقه می پوشید و آن را تا جغده شده دریدنش از تن نمی کشید. طعام عادی و خیلی کم می خورد. هیچگاه هدیه نمی گرفت. در یک روز برای احتیاجات خود فقط 1 تنگه خرج می کرد و غیره. معاصرانش را در حیرت می گذاشتند. او برای تهدید صنف خواجگان و اشراف خوشبیگی و قاضی کلان را در حضور عموم به قتل رسانید. چنین رفتار و کردار او که از روی ملاحظه های سیاسی صورت می گرفت در کار صاحب شدن به تخت سلطنت و به طرف خود کشیدن توجه عامه مردم راری مهم بازید. این توجه برای شاه مراد نهایت درجه ضرور بود، زیرا در سالی به تخت نشستن او 1785 کاسه صبر اهالی بخارا لبریز شده آنها شورش برداشتند. در رفت شورش بیش از 1000 نفر کشته شد. از این رقم به خوبی معلوم می شود که مبارزه خلق تا چه اندازه وسعت داشته است. شاه مراد مجبور شد سوگند خورد که اهالی بخارا را از جبر و ظلم و خراج و اندازهای از حد زیاد آزاد خواهد کرد و فرمان او را بروی سنگ ثبت نموده در پیشتاق مسجد جامع بخارا گذاشتند. البته این یک وعده خشک و خاری و فقط وسیله از غضب خلق رهایی یافتن بود. از بخاریان من بعد هم مالیات مخصوص که به مقصدهای حربی انداخته می شد می ستانیدند. شما گفتاری 98-ро аз китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон шунидед. абдурашид хоҷамқулов хонд, коргардон Шералии Нағзалӣ.